سلام رفقا، چطوره؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با کریر تیم بارسلونا که با هم دیگه بریم گیم ستینگ کریرش رو انجام بدیم و دیگه وارد کریر بشیم، حالا یه سری بازیکن‌ها رو بخریم دیگه. حرفای گفتن نمیمونه، حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش هم بزنید تا محض اینکه ما ویدیو گذاشتیم شما اولین نفر میاد ویدیو رو میبینید. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب رفقا، دیگه بازی رو هم که میذاریم رو متوسط، تایمش هم بزنم من بذارید رو 3 دقیقه، بذارید 3 دقیقه چون کارهای دیگه هم داریم دیگه، بازی زیاد طولانی نشه. میذاریم روی یورو و بودجه‌مون هم 200 میلیون خوبه، نه یا 500 200 میذاریم. 200 سه تا گزینه آخرم که دیگه دست نمیزنیم و میریم برای ادوانس که شروع بشه کریرمون و بریم چه بازیکنی رو بخریم. من میگم آقا بریم یه دونه فیلی فودن رو بخریم. آره فیلی فودن رو بریم بخریم. من میگم سیوش هم بذاریم به جای همین بارسلونا و مسابقات پیش دادم که اسکیپ میکنیم و وارد صفحه اصلی شدیم. خب بریم توی بخش ترانسفر سرچ پلیرز که انگلیس رو برداریم، وارد تیم بشیم، وارد تیم منچستر سیتی که بریم آقا فیلی فودن رو بخریم. از اینجا فیلی فودن درخواست بدیم، بریم ببینیم که آقا میاد داخل تیم. مثلا سرچ پلیر هم بذار ریستش کنیم. خب بریم تو ترانسفر هاب و اسکیپ کنیم اینجا هم آقا. خب قیمتش 109 میلیون و 500 هزاره. 109 میلیون و 500 هزار. 110 میلیون. قبول میکنی یا نه؟ قبول نمیکنی اصلا مهم نیست برام. قبول نکرد. 109 بود و 500 مثلا 10 دادیم دیگه. مگه مثلا یه جوری خودش هم میگیره؟ ببین نداره. بریم سراغ یه بازیکن دیگه. پاکم کردیم و الان پاک نمی‌کردیم، در اومده بود راحت می‌زدیم میومد. چرا گذاشتیم زود بریم منچستر سیتی و بعدم بریم چیو بخریم؟ خدایا بذار بریم داخل منبولو هلندم که نه، معرض رو میخریم. به به معرض عالیه. ببینیم آقا این بریم تو بخش ترانسفر ها. خب معرض بریم برای سر قرارداد باش 44 میلیون و 500 که ما آقا 50 میلیون میدیم بهت. خیلی هم پول خوبیه. میگه من عثمان دمبله هم میخوام 340 هزار تا بده. من قبولش عمرم بکنم، برای چی باید قبولش کنم؟ نه قبولش نمیکنم. چرا قبولش کردم؟ وای حاجی دستم خورد. وای ببین نداره دیگه. عثمان دمبله دادیم رفت، اشکال نداره. گزینه هم اکسپت میکنیم. میگه 3 ساله میام. خوبه 3 ساله. بعد اکسپت کنیم. من این گزینه آخر رو حاجی به نظرم هم خوبه دیگه. خوب پیشنهاد خوبی داد. گزینه آخر رو زیاد نمیدونم راجع به چه چیزیه. و بله معرض وارد تیم بارسلونا شد. امضا همینجوری میزنه. اسکیپش کنیم بره. بله 340 هزار تا دادیم، مثبت 140 هزار تا البته گرفتیم و بریم تو پیاما که چیز خاصی نیومده. خب بریم آقا بزنیم روزا بگذره و وارد بازی بشیم خیلی زود دیگه، وقت تلفی نکنیم. بزنیم. یه ماه بازی نداریم تا روز 13 آگوست. بزنیم آقا همینجوری بگذره وقتی یاجی روزا گذشتش من برمیگردم پیشتون. خب رفقا کنفرانس بریم که من اسکیپش میکنم. نریم سر کنفرانس، اسکیپش کردیم که وارد بازی بشیم. بله تماشاگرها رو میبینید خیلی خفنه حاجی، خیلی خفنه. به به استادیوم. بله دیگه رفت توی جو بازی و بازیکن‌ها
که ما اینو اول بذار هاید بکنیم. خب برو بریم که آقا شروع کنه. زمین چقدر بده. زمین هم میتونستیم بسازیم ولی دیگه حالا هم وقتمون رو زیاد میگرفت هم لازم نداشتیم بسازیم. البته آموزشش هم بچه ها هستش، چند تا ویدیو قبلی آموزش ساخته استادیوم داخل کریر فیفا 23 رو بهتون دادم، حتما برید ببینید. ویدیو خیلی خفنی شده. به کی فکر به ما باید کارت بده. به کی پاس بدیم؟ همین ور بیا آروم. آره خب یه ناکل شات. وای لواندوفسکی آفساید. نه چیکار میکنی لوا؟ مثلا میخواستم آنسو فاتی رو بدم، اشتباهی پاس دادم. باری کلا برو پدری. آهان محارز با پدری کیه بابا؟ محارز سر عالی. محارز آجی برس برو به سر بگیرید. باری کلا آقا کانده. آقا ما کانده میم چون یه ذره اسمش خدا وکیلی زشته. زشته. برو به سر. برو بگی بابا چرا اینجوری؟ برو استارت تو بزن بابا. برو بگیر. به به تگ. چه تگل خیلی خفنی زدیم. به به دورش کن. نه لواندوفسکی خراب کردی. برو آنسو فاتی. ترکیبم نچیدیم ما پسر. ترکیب البته خوبه. فاتی، لواندوفسکی، محارز، دیونگ، بوسکتس، پدری، آلبا، آرخو، کاندو، ترشگن. ترکیب عالیه پسر. چون من ترکیبم قبلا خودم فکر کنم داخل تنظیمات چیدم، به خاطر همین ترکیبای داره مثلا زیاد داستانی نیست. ترکیب محارز آقا داخل ترکیبه. مثلا تو ترکیب نذاشتم آقا محارزو. بخشید رفقام. باری کلا پدری. آقا آنسو فاتی. باری کلا لواندوفسکی. لوا گله آجی گله. چی گله بابا؟ تر زدیم. دقیقه 30 بازی گل نزدیم هنوزا. بیا اینجا برای خودت لوا. ای لوا برو به سر. برو آقا کانده. تکنیکی پاس میدی. باری کلا ترشگن. دفنه دیگه همش دفعه. چرا این برای دفع کردیم آرز؟ وای مرز برس. دیونگ پدری نزا بشوته. باری کلا ترشگن. دقیقه 40 بازیه. گولی هم به ثمر نرسیده. بوسکتس برس به سر. باری کلا آخر ضربه سرشو زد ولی توپو لو دادیم دوباره. اوف نزدیک بودا. باری کلا و کانده حرکت میزنه اینجا. سوت پایان داریم. ما تو نیمه حریف بودیم بابا. جو دیریف رو اومده داشتیم دیریف میزنیم. یه سوت داور زد. خب نیمه اول تموم شد. بریم یه آمارا رو چک بکنیم. خب مالکیت توپ که 60% بر تیم حریف بوده. 4 تا شوت داشتم، ما 2 تا شوت داشتیم. و 40 هم پاس بوده و تگلم 15 تا، ما 3 تا. اونا آمار یه ذره دست اوناست بیشتر تو نیمه اول. ولی خب میتره کنیم آقا. این بازی برای ماه. من به تینو گل میدم. این بازی برای ماه. آقا دیونگ. وای آها بازی گرفت آخر. بابا بیاد یکی رو دست. آقا محارز تنها. برو کانده. باری کلا به سر. گلو ببین. چیکار کردی پدری؟ گفتم یه چکشی میزنه. کله رو آورد. آها
وای آها سرخی بیا دیانک یک دو خیلی خافن یه تیکی تاکای ناز بابا دیانک یه جور میگیم بابا دیانک نگاه مثلا خودمون خراب میکنیم ها. بیا اینجا برای خودمون هیچکی نیست بابا بیانید یک دو بکنیم پاسکاری کنیم با هم دیگه برو تو بابا لواندوفسکی اومده بغلمو چسبید بعد اون موقع که آجی کسی نیست بهش پاس بدیم اصلا هیچ جا نیست بازی کن خدایی همینه واقعا برو دیانک وای خیلی زود زدم زیدانو آره خودته باری کلا بسر آره خو باری کلا آقا کنده بابا برو به سر یه سر توپی میزنه اینجا آقا مارز خودش تنها بر میداره توپو جوردیال بازید باش آردو داشتم بریم بر ادامه بازی یه لحظه ما یه مشکل پیش اومد یه لحظه تصویر قطع شدش مثل اینکه ضبط و برو بریم برای ادامه بازی و گلزنی خیلی خفنمون خیلی خفن اصلا یه گلزنی عالی داریم نزا بشوت وای خیلی گل بدی خوردیم آجی برای جبران داریم میریم پسر چرا خراب داریم میکنیم و صفت بریم آجی خراب نکنیم برای خودته برای خودمه مثل اینکه برای خودم نی وای داده تو رو خدا دیگه آجی بیشتر یکی نخور دقیقه 84 بازی بعد بازی هم مثل اینکه کنفرانس داریم وای چرا تگ زدم باری کلا جوردی آلبا چون بچه جوردی آلبا اینو هستن بعضی هم حالا روبرت و اینا رو دیدید چون از ویدیو قبلی که با پارسا گرفتیم پارسا پیل 2017 رئال بارسا آوردیم از اون موقع هستش یعنی بازیکن‌ها ریست نکردن به خاطر همین بازیکن‌های قدیمی بعضیاشون هستن داخل تیم حاجی وای تو رو خدا پسر یکیش بازی اولو زدیم اگه سود نزنه حاجی بریم آخرین موقعیت هم که دیگه خراب کردیم و عیبی نداره عالی خوب بودش بازی اول قشنگ بازی کردیم و کنفرانس هم رد میکنیم امضا به کسی نمیدم خب بریم برای صفحه اصلی درصد رضایت تیمم که البته از ما خوبه بالاه دیگه اینا هم که نوتیفیکیشن اول بازیه ترکیب همونجی عالی خیلی عالیه ولی بعضی از بچه‌ها اوورالشون رفته بالا بعضی اومده پایین البته داره تمرین کنن استراحت کنن اوکی میشه دیگه بودجه هم که دیگه خوبه کم و زیاد نشده زیاد دیگه اینم از پارت اولی کریر تیم بارسلونا اگه میخواید پارت بعدیش هم براتون بگیریم حتما داخل کامنت ها بنویسید حتما ویدیو لایک کنید کامنت بذارید سابسکرایب کنید زنگوله بغلش هم سابسکرایب کنید زنگوله بغلش هم بزنید تا محض اینکه ما ویدیو گذاشتیم شما اولین نفر میایم ویدیو رو میبینید تا ویدیوی دیگه بدرود